خیلی که ذکر میند روحیبانی در بعضی تعلیقاتش از امام ماوردی و از امام غزالی که آنها میگفتند، یعنی که سخنان امنا است، امام ماوردی و غزالی میگفتند که لا تتزوجوا من النساء سبعا، از جمله زنها 7 زن را به زنی نگیرید. از جمله زنها یکم زنی که اون رو میگه زن نگیرید. انانه به معنای چی؟ زنی که همه وقت فقط شکایت میکند، فقط شکایت کن است، شکایت بسیار میکند. یعنی انین میگن، انین همین فقط همین چی میگن، همون زبانش فقط هم شکایت در رفته است. همین مرا تنکری، مرا تنکری، مرا تناوردی، مرا تنک، فقط بعد میگه سرش بستگی است به یک سربندی، سرش بستگی است و فقط چی دعوای چی میکنه، دعوای بیماری، که من بیمارم فقط. دیم نمودی از زنها میگه منانه کدام زن است؟ اون زنی که فقط منت میکند، من ایتاری کردم، من اوتاری کردم برایت، من ایتا کردم اوتا کردم، منت کنم، میگه نگیرید. سیم حنانه میگم زنی است که فقط دلش به همون شوهر یکمش است، یعنی که به همون شوهر یکمش میسوزد، دلش به همون شوهر یکم، یعنی که شوهر یکم کرده است، از یکم برآمده است، با دیم گرفته است در پیش شوهر دیمش، بعد همین فقط شوهر یکمش چی، یعنی که دلش به اون میکشد، به معنی دلش به اون میکشد، یعنی گپای میزند که معنی داره دلش به اون میکشد. همین خیلی زن میگه نگیرید. چهارم حداقه به معنای چی است؟ به معنای همون زنی که به هر یک چیزی که نظر کرد خواستی همون رو میکند، دلش به همون میکشد، چیزی نباشد. مغازی رفت، این شدید اوه مرا ایش میفوره، ایش مرا ایش میفوره، ایش مرا ایش میفوره. خیلی بیشتر زنا هم تریم بفیرم. البراقه پنجم، براقه کی از میگه؟ اون زنی که میگه براقه، یعنی که اون زنی که فقط بیشتری وقتش در روز یا در شب در چی فقط میگذراند؟ در زیب و زینت دادن و آرایش دادن خودش بیشتری وقتش. شداقه همون زنی که میگه فقط مغرور است، فقط بالا میشمارد، فخر میکند به سخنش دائما. کنانه هفتم، کنانه یعنی که همون کنایه، یعنی که همون فقط چی میگد؟ سخنی بسیار درباره چی میگد؟ پدری من ایتاری بود، پدری من اوتاری بود، برادری من ایتاری بود، برادری من اوتاری بود، اهل من ایتاری بود، اهل من اوتاری بود. در پیش شوهر میگه پارو فقط میزند، یعنی همین فقط مغرور شدن به نسبش. همین خیلی خصلتایی که هم خیلی زن دارد، میگه همین رو زن نگیرید که مصیبت است. بعد